هی گایز، چطوری؟ ما براتون خیلی خوب بچه خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه با من. امروز اومدیم با هم دیگه کثیف کاری کنیم. امروز اومدیم با چالش بخور یا بپوش. فکر کنم دیگه میدونین همتون من چالشش رو دیدین. من چند تا چیز آوردم اینجا که حالا نمیتونم بهتون نشونش بدم چون که دیگه نمیتونم بلندش کنم، و اینکه اینا رو توی چرخی گردون میزنم که بخور یا بپوش. اگر بخور اومد که میخورم، اگر بپوش اومد حالا میرزم رو سرم یا حالا یه کاریش میکنی. و خب واقعا کثیف ترین چالشیه که تا حالا میخوام انجام بدم. حالا چه چیزایی آوردم؟ اولین ترینش که آسون ترینشه، انجیر آوردم، آب، مقدار زیادی آب، 2 تا سس آوردم. 2 تا سس معمولی نیست، تند. ببین فلفلاشو میبینی؟ ببین اینو ببین، یه چیز سیاهش میبینی؟ معلوم نیست بخوری میره رو هوا. یعنی من سرشو باز کنم بخوام بو کنم سرفه میزنم، اینقدر بوش بد و تیزه تنده. حالا اینو به کنار. بعد دیگه چی آوردم؟ دارم از شما میپرسم چی خواست بیافته. بعد دیگه آلوچه آوردم، تخم مرغ آوردم، همین دیگه. حالا بریم توی چرخون چیه؟ توی گردونه بزنیم ببینم باید چی کار کنیم. برو بریم. بچه اول میزنم که کدومشو حالا بخوام بخورم یا بپوشم، بعد دیگه میریم سراغ بخور یا بپوش. خب پناه بر شانس، بریم ببینیم کدومش میفته. بسم الله الرحمن الرحیم. به نظرتون چی افتاد؟ فلفل چیتیه، چی میگن اسمشو؟ فکر کنم درست نمیگم، ولی این افتاد. حالا بریم ببینیم بخوریم یا بپوشیم. خدایا بپوش باشه بهتره. بپوش. بپوش. خیلی خوشحال شدم واقعا. بپوش. میپوشم با کمال میل. باز نمیشه، ریخت. وای خوب که نمیخوام بخورمش. من واقعا از تندی متنفرم. با چی بپوشم؟ بزنم صورتم؟ همین یک کوچولو رو اینه میذارم. لعنت بهش. اصلا باز بهتر این که بخورم. خب میریم بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. خب این فلفل چیچیه دیگه هضم میشه. بعدیش آب. بخورم بپوشم. بخور باشه این یکی دیگه. بخور. اینو بچاب. آره میگین تقلب میکنم. بذارین ببینین نوشته بخور. بله من اصلا اهل تقلب نیستم. اوکی تشنمم بود اتفاقا. بفرمایید آب نوش جان کن. بچه این فکر کنم با من دوسته، یعنی من هر چی میگم همون میشه. اوکی تشنمم بود، دستشم در نکنم. میریم بعدی. خب دیگه این آبم هضم میشه. بریم بعدی. بچه یه چیزی، این تخم مرغم بخوام بخورم بدم، بخوام بپوشم بده، ولی بپوشم باز بهتر چون تخم مرغ واقعا نمیتونم. من از بوشم حالم به هم میخوره. انجیر. بریم ببینیم باید بخوریم یا بپوشیم. بخور باشه تو رو خدا. بخور. بخور.
هاها بخور. میخورم. میگم این با من دوستاها باور نمیکنین. حالا این بچه اگر به پوش بود اینو قشنگ میمالیدم تو این. واقعا از این انجیر حالم به میخورم. نمیخورم خیلی. خب بدیم رفت. انجیرم دیگه حذف میشه و داریم به اون قسمت هایی که نباید برسیم میرسیم. تخم مرغ نباشه. تخم مرغ گفتم با هم دوستی. بخورم یا بپوشم؟ خدایا بپوش. بپوش بپوش بپوش. یعنی با برزم. من تازه از همون کاش که قبل همون اینو انجام داده بودم. بچه اینو نیاز داریم اینجا دم این انجام بدیم. شما بین این ورتر بابت این ویو ببخشید من بدم پشت و مرتون ویدیو میگیرم. اینجا باید بایست. آره اینجا دارن خونه میسازن. مبارکشون باشه. ببخشید کسی نبینه آبرمون بره. شما به این جلوته. این اول خوردش میکنیم. تخم مرغ رد. نه این داره میریزه از اینجا. چقدر من چندشم دستم کثیفه نمیتونم بیام اینو. اینجا ریخت دیگه. این رو این دیواره. این یه ذرهش مونده توی دستم پس همینو میکشم دیگه. واقعا نمیتونم تحملش کنم. تنها چیزی که حالم به هم میخوره. الان میارم بالا. وای بعد نگین داره تقلب میکنه دستم. ببینید خیس. یه گربه این پایینه داره میگه این چرا قد اسکوله. بچه ها بچه ها من رفتم دستامو شستم و اومدم ولی اینو ببینین معلوم نیست ولی همینجا خشک شده. خشک. ببینین خشک شده. نمیتونم حرف بزنم درست. ببین من آوردم بالا 1000 بار تا اینجا. چرا خط چشمم اینجوری شده؟ ببخشید دیگه من هیچ وقت نمیتونم خط چشم بکشم. چه بوی میده. من زود این ویدیو رو تموم کنم فقط برم. تخم مرغ هم هست شد. فقط 2 تا چی مونده. فلفل و آلوچه. چه بوی میده. چون من از بو نه رو بو خیلی حساسم و اوکی بیخیال. آلوچه بخورم یا بپوشم؟ بپوش. وقتی میگم شانس ندارم یعنی این دیگه. اینجا رو کشیدم پیشونیمو بکشم. وای موهام رفته تو این. بچه من واقعا هموم لازمم امروز الان. تقلب من اصلا اهل تقلب نیستم. یه قلب واسه‌تون درست کنم. این هستهش اضافیه.
چقدر کثیفم من، چقدر کثیف کلام. خیلی دارم کثیف کاری میکنم. بعد دیگه یه چیز میمونه، اینه این سس است که اگر دوست دارین اینو بخورم یا بپوشم تو کامنت ها به هم بگید. مرسی که اینجا ویدیو همراهم بودید. تا ویدیوی بعدی و چالش بعدی و کثیف کاری بعدی، بوس بای. لایک یادت نره، لایک